مشترکین محترم، سلام علیکم و همه مردم غریب و همه مردمی که ما را امروز در این کانال تماشا میکنم. و بعد شما گفتنیم که کسانی که در شهر غریبی سیم-کارت های MTS رو انتخاب کرده است و با پرابلم های MTS دچار می شود، مرحمت با ما مراجعت کنید. تا اندازه‌ای که ما میدونیم برای شما پیشکش میکنیم و حرکت میکنیم که شما رو یاردم کنیم. هر اون کسی که سیم-کارت های MTS داره البته با یک پرابلم دچار می شود. پرابلم های اساسی که در سیم-کارت های MTS است، این اساساً подписка می باشد. چگونه подписка را اتکلوچت کردن در کار است و موسیقی که در جای گودک تلفن شما است چگونه اتکلوچت کردن در کار حاضر من پیشکش شما میکنم. دو کامبیناسیون اساسی که بهر شما پیشنهاد میکنم: ستورچه 111 ستورچه 29 решетка برای اتکلوچت کردن موسیقی که در تلفن شما و جای گودک است. من همین کامبیناسیون میباشد. دویمش برای تمام подписка هایی که از اینترنت به شما اتکلوچت شده و میخواهید که اتکلوچت کنید و نمیدونید چی خیلی اتکلوچت کردن در کار، البته ستورچه 152 ستورچه 22 решетка دکمه‌چه ویزیت رو پخش کنید. تمام подписка ها از تلفن شما خاموش کرده می شود. یا که شما میخواهید که فهمید که کدام نمود подписка ها در تلفن شما اتکلوچت شده است، شما نویرد کنید ستورچه 152 решетка و دکمه‌چه ویزیت رو پخش کنید و شما معلوم می شود که چگونه подписка ها در تلفن شما подписаться شده. در اونجا رقم 1 2 3 است. یکمش برای تمام اینفورماسیا برای подписка های MTS می باشد. دویمش تمام подписка هایی که در تلفن خود شما اتکلوچت شده. سومش باشد برای اتپیساتsa یعنی اتکلوچت کردن از تمام подписка هایی که در تلفن شما اتکلوچت شده. برای مشتریان MTS گفتنیم که تمام سیم-کارت های زیبا، نمرای ناس، طلایی، نقرگی در ما هست. شما میتونید مراجعت کنید و اومده از ما نمرای زیبا رو گیرید. برای شما یک چند نمره را پیشنهاد کرده بودم و باز هم پیشنهاد میکنم که این خیلی نمرای زیبا مرحمت از ما گیرید. و بعدا گفتنیم که با اون نفرانی که ویدیو ما را تماشا میکنن و در کانال ما подписаться کردن، خواهش میکنیم که ویدیو را با دیگران поделиться کنیم تا که آنها با خبر شوند از کامبیناسیون اساسی که در سیم-کارت های MTS است. تشکر زیاد و دقت. و گفتنی هستم که برادران هر چیزی که ما میدونیم، هر چیزی که معلوماتی به ما میرسد ما پیشکش شما میکنیم و خواهش داریم که برادران ویدیوی ما را گرفته با دیگران پیشکش کنند تا که دیگران از این کامبیناسیون با خبر شوند.